او در کاپوتش اینجوری باز میشه. آقا شما تو معاینه فنی به چه گیر میده؟ باهات حال نکنم به لباس چند تا گیر میدم. بفرمایید. شیشه دودی برو به کمر بیا. با ماشین جلوی که دودیش از ما بیشتر بود، بهش میگو گیر ندی. او عاشق بود گوخوش بتونه بده. الو داداش تو خیلی نامردی، بهش ماشین ما گیر دادی، موتور رفیق بوده مثلا. برا بگو چند تا ایراد جزئی چشم میشه میکنم. نگه ماشین با یکیش آوردی کاپوت زدم ما رو دیدیم ماشین موتور نره ما به چی معاینه فنی بدم. خانم یه عقب بگیر عکس بگیرم. اشغال کسی به من نام زدم، چی فکر راجع من؟ هم ریدم تو نامزد میخوام عکس ماشین بگیرم. این ماشین رده بدون احترام پرتش کنیم بیرون. برای چی ماشین رو رد کردی؟ آلندگی داشت. یعنی چی الان این ماشین ما خوشکی چه آلندگی داره؟ ماشینت نه خودت. یعنی چی؟ بیا اینجا. بابا کش. مردی که وقتی مچوسی حداقل یه دقیقه خوشو گرفته ماشین رو خفه شدم نشستم تو ماشین. این چه وضعی ماشین ارتفاعش استاندارد نیست رده. داداش این ماشین ما یکم شیشه‌اش دودیه، میشه بهش گیر ندی؟ بذار ببینم. برا شما به نظر دودیاتو بکن بیایم کلیدا خانم کسی نیست. داداش این ماشین رو معاینه فنی نشه چی میشه؟ دینگ و دینگ صداش میاد. صدا چی میاد؟ صدا اسمس جریمه. داداش اینو من راه بیاریم ماشین ما 1% آلندگی داره. راه نداره 0% بعد بشه آلندگیش برو درست کن بعد بیا. آقا بخش ماشین من رد کردم. گو خورده کی رد کرده؟ ما رد کردم. گو خوردی بهش رد کردی. 100% آلندگی داره ماشین. 100% چیزی نیست. از 100 تا 100 چقدر فاصله؟ هیچی. خب چیزی نیست. فدا یک تاره بود. برام مگه تو نگفتی ماشین مدل 80 خیلی داغون تره؟ خب مدل 1980 دیگه. برام کمکت خراب برو درست کن بعد بیا. برا نگاه کن ما 1 تومن تو کارتون کلا هست. با 1 تومن درست میشه باید کارت کنم. بیا آقا چیکار داری؟ وایسا، وایسا. آلندگی بگیرم. ما کسا ماشین نداره. آلندگی خودته.